نه صفر صفره. بله مدل 1974 میلادی 1000 گلدوینگ تکامپر لیمیتد ادیشن کلا 100 تا تو جهان تولید شده. یک دونش هم تو ایران خدمت شماست. یا علی. بعد هندل هم هست. یعنی هندل هم داره. هم هندل هم یعنی 52 سالش است این. 52 1974 52 سالشه بعد. یا علی. حیفه اینا روشنش می‌کردی خودت صداشو بشنوی. هنوز صداشو نشنیدم. دلم نمیاد بنزین بریزه. هنوز هندلش هم نزدی. نه استارت. اصلا استارت نخورده. بیا اینجا رو ببین. ببین اینا 50 سال پیش تونستن 100 تا دونه از این درست کنن. اینو باز نکرده. خودشون رو نکردن نه چی. البته مدل مشابه داره تولید تیراژ بالا ولی این چون رینگاش طلاییه، پرواز طلاییه، این خاصه. از این بابت 100 تا تولید شده. اینا رنگ‌های دیگه با هم تکامپر 3 آمپر تولید شده. اونم ولی شاه بود اسمی. چه خاص حالا دیگه شاهشو نگو ولی خب نه باکش هندلش هم اینجاست. باک اینجاست. این باکش اون زیره. اینم هندل. هندلش اینا این چیه؟ مخزن رادیاتور داره؟ آره رادیاتور. این ورش هم با این ورش هم با اینها رادیات داره. این هواکشه. چیزی واقعا ببین چی ساختن. این سیستم برق فیوز رله ها همه اینجاست. شارژر. انجینه بیا نشون بده. انجین هم 4 سیلندر. این هندل کجا؟ به کجا وصل میشه اون هنده؟ وصل میشه. یه پلاستیک اینجا در میاد. اینا آره. بیا اینجا نشون بده. این قسمت. ببین خیلی به ندرت استفاده میشه. باتری بخوابه اینا کار به اصلا هند. قابل استفاده اصلا نیاز نیست. نه نیاز پیدا نمی‌کنه. یهو بیرون شهرگیر میافتی رفته شما. یه باتری نداره با اون هندل روشن میشه. چقدر قشنگه. اون مدل بالا این. اون ما 1800 سوار شدیم پیروز. چقدر شد زمان؟ 2 دقیقه 20. من میگم خب برو بریم. این همون است که ما پیروز سوار شدیم. یه استارتش بزنیم. بلندش کن سه نانی میره کمش کن. اینو روشنش کن صداشو بشنو. باتری داره؟ بیا جی پی اس ها اینو آره. این نسخه فوله از این فول در نویگیشن داره که دکمه‌هاش اینجاست. این نداره نویگیشن. اینو روشنش کن. ارتفاع اینو روشن میشه؟ این بعد باتری بندازن روشنش. نمیشه باتری نداره دلش. تموم میریم اسلاید بعد.